آیا خالد ابن ولید را میشناسید؟ تازی که به فرمان او در یک شبانه روز 70,000 ایرانی گردن زده شدند. خالد ابن ولید فرمانده سپاه عرب در جنگ با ایرانیان قسم خورد که اگر شهر را فتح کنم جوی خون راه میاندازم و با این خون گندم آسیاب میکنم و از آن آسیاب نان میپزم. 20,000 ایرانی رو در یک روز سر بریدند تا جوی خون راه بیفتد، ولی خون جاری نمیشد. یکی از یاران خالد به او گفت همه جهانیان را نیز گردن بزنی خون جاری نخواهد شد، پس بهتر از خون آنان را با آب درآمیزی. پس خالد دستور داد که اسیران را بیاورند و در رود گردن بزنند. 3 شبانه روز لشکر 80,000 نفری تازیان با آسیابی که از خون ایرانیان تهیه شده بود نان می‌خوردند و حالا ما آنها را می‌پرستیم و اسطوره‌های با غیرت کشور خود را فراموش کرده ایم. منبع تاریخ طبری جلد 4. آنقدر اشتراک گذاری کنید تا همه از بلایی که بر سر ایرانیان آمده است آگاه شوند. برای آگاهی بیشتر از تاریخ خود تاربرگ ایران باستان رو فالو کنید.